پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 15 ایون با امضای یک فرمان مهلت امتیازها برای شهروندان خارجی در دوران پاندمی کرونا ویروس تا 30 سپتامبر تمدید کرد. متن فرمان پوتین در سامانه کرمل نشر شده است. طبق این فرمان مهلت ثبت نام مهاجران به طور اتوماتیک تا 30 سپتامبر تمدید شده تا پایان ماه سپتامبر. همچنین اخراج یا بیرون کردن خارجیان از قلمرو روسیه نیز کرده می شود، با استثناء آنهایی که از محبس جواب می شوند و آنهایی که برای امنیت ملی روسیه خطر ایجاد می کنند. با فرمان پوتین همچنین به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا حق داده می شود که صرف نظر از هدف اعلام کرده سفرشان به روسیه تا 31 دکامبر سال 2021 قراردادهای کاری و شهروندی حقوقی امضا کنند. به شهروندان دیگر کشورها اجازه داده می شود که مهلت پتنت خود را تا 30 سپتامبر تمدید کنند. این فرمان پوتین از 16 ایون به اجرا می درآید. چند ماه آخر مقامات حفظ حقوق روسیه با اطمینان به اینکه پوتین دیگر فرمانش در مورد تمدید زمان بود و باش مهاجران را تمدید نمی کند، با اصرار طلب داشتند که مهاجران تا 15 ایون یا خود را ثبت نام کنند و یا ترک قلمرو روسیه کنند. با نزدیک شدن 15 ایون در مرکزهای ثبت اسناد مهاجران از حساب آنهایی که می‌خواستند تا این مهلت بود و باش خود را در روسیه قانونی کنند نوبت‌های خیلی بزرگ به وجود آمد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در قلمرو این کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ غیر قانونی کار دارند، از جمله 247,000 شهروند تاجیکستان. ولی مقامات تاجیکستان این رقم را درباره شماره مهاجران تاجیک غیر قانونی در قلمرو روسیه را خیلی زیادتر از رقم واقعی می شمارند.